اینجا مرکز فیلم‌های مثبت 18 اروپا، مرکز تولید آبجوی درجه 1 و بی‌خداترین و بی‌دین‌ترین کشور اروپا است و بالای 2000 تا قلعه داره. به جمهوری چک خوش اومدی. با من همراه شو تا بریم توی این کشور و فکتای برگریزونش رو بشنویم. لایک و سابم یادت نره. درست وسط اروپا کشوری هست که وقتی میای توش انگار رفتی تو قلب اروپای 500 سال پیش. وسط خشکی قرار داره و به هیچ دریایی راه نداره. ولی تا دلت بخواد اینجا جنگل هست. بلندترین قله این کشور ارتفاعش حدود 1600 متره. یه جورایی طبیعت شبیه شمال ایرانه ولی با نظم آلمانی. صنعت خودروسازی، مهندسی و فناوری اطلاعات اینجا خیلی فعاله. قیمت‌ها از اروپای غربی پایین‌تره ولی کیفیت زندگی بالاست. با آلمان، لهستان، مجارستان و اسلواکی همسایه است. جمعیت این کشور 11 میلیونه. پایتختش پراگه، شهری که از وسطش یه رودخونه خیلی زیبا رد شده. این رودخونه اسمش ولکاه، طولانی ترین رودخونه این کشور. شرق این رودخونه موزه و مراکز تاریخی و دیدنی این شهره و غربش هم خونه زندگی مردمه. واحد پولی این کشور کرونه و هر کرون حدوداً 0.7 یوروه. میانگین درآمد ماهانه حدود 1900 یوروه که نسبت به هزینه‌های زندگی سطح رفاه خوبی رو به مردم میده. نه راست میگی؟ عجب. یکی از راه‌های اصلی درآمد تو این کشور صنعت توریسمه. مردم این کشور به شدت خجالتی، درونگرا و آرومن و خیلی اینجا آمار جرم و جنایت بالا نیست. راحت میتونی بیای اینجا و خوش بگذرونی. نژاد مردم چک همون نژاد اسلاو غربیه، یعنی همون موبولنده و چشم رنگی‌های خودمون. 94% مردم چک، 2% مردم اسلواکی و بقیه هم از بقیه گروهان که اومدن اینجا مهمونی. اندازه این کشور 78000 کیلومتر مربعه، یعنی کوچکتر از استان اصفهان. حالا بیایم با هم بریم چند تا فکت جالب راجع به این کشور بدونیم. ولی قبلش بزن دکمه لایک و با سابسکرایب کردن این کانال منو تو دریای مرامت غرق کن مشتی. بزن بریم. 1. تو مترو همیشه باید سمت راست وایس، چون سمت چپ مال اونایی که عجله دارن و میخوان زود برن، مخصوصا روی پله برقیاشون. اگه سمت چپ رو ببندی و نذاری مردم برن خیلی ناراحت میشن و احتمال زیاد میگن. پس باید اینجا همیشه از سمت راست بری و سمت چپ رو خالی کنی و بذاری برای اونایی که میخوان سبقت بگیرن. مگه اتوبانه؟ خلاصه رفتی تو چک، تو مترو همیشه از سمت راست برو. اینجا تو جمهوری چک حدوداً 2500 تا قلعه و کاخ هست. چرا؟ چون اون قدیما هر کی از ننش قهر میکرد برای خودش پادشاهی درست میکرد و هر پادشاهی هم یه قلعه برای خودش داشت. ولی امروز دیگه اون قلعه ها به کار نمیان و شدن رستوران و موزه و کافه. سربازا هم احتمالاً شدن گارسون و فرمانده ها شدن بارتندر و به جای شمشیر قهوه سرو میکنن. خدا بده برکت، خیلی هم عالی. 3. آبجو ارزونتر از آب معدنیه. اینجا مرکز تولید آبجوهای با کیفیته. تازه برندهای تولید آبجو توی این کشور درجه 1 و رو دستشون نیست. نیم لیتر آبجو اینجا برات 30 کرون در میاد. ولی نیم لیتر آب 50 کرونه. بودوایزر بودوار برند معروف تولید آبجوی این کشوره که صادراتش به خیلی از کشورهای دنیا به راهه و دعای خیر کلی مردم پشت سرشه. یه آبجوی خفن دارن که اسمش چک پیل لاگره. ترکیب خفنش با رازک معروف و مات درجه 1 خودشونه. برای همین مردم چک میگن آبجو بخوری به صرفه‌تر تا آب. پس اگه اهل آب شنگولی باشی اینجا برات بهشته و تا ناموس قرار خوش بگذرونی. کلیسایی با 40,000 تا اسکلت انسان. یک کلیسا دارن که اسمش کلیسای استخوان هاست و 40,000 تا استخوان برای تزیین این کلیسا استفاده شده. یعنی مردم اینجا بعد از مردن هم آسایش نداشتن و از مرده هاشون به عنوان دکور استفاده میکردن و دیگه علکی هزینه کفن و دفن نمیدادن. خیلی هم عالی و کم خرج کارو در آوردن. 4. مردم چک تو مراسم رسمی کفش غیر رسمی میپوشن. عجیبه. فکر کن دعوتت کردن رفتی عروسی تو کشور چک و میبینی مهمونا کتونی پوشیدن با کت شلوار و تو هم اگه کت شلوار تنت باشه با کفش مجلسی نه تنها عادی نیست بلکه ممکنه قدم به قدم به تیکه بندازن و بگن خوشی.
یعنی اینجا کلا کفش براشون اهمیت خاصی نداره و فقط کسایی که خیلی بخوان از خودشون پوز بدن یا وزیر باشن یا سفیر باشن معمولا خیلی کفشای رسمی میپوشن. خلاصه که مردم اینجا همیشه راحتی خودشون رو به تیپ ترجیح میدن. 5. بیشتر مردم اینجا بی خدا و بی دینن. از هر 3 نفر حدوداً 2 نفر اینجا نه دین داره و نه خدا، نه اهل ایمان و نه خدا و نه مذهبه. خدا بزنه به کمرشون. برای همینه که اینجا بیدین ترین کشور اروپا است و مردم خیلی دنبال این مسائل نیستن. تنها چیزی که بهش ایمان دارن احتمالاً همون آبجوی خودشونه. 6. مرکز تولید فیلم‌های مثبت 18 تو اروپا. بله، اون فیلم‌های آموزشی که تا خونتون خالی میشه فوراً میری میشینی میبینی و اسم تک تک بازیگراش هم حفظی توی این کشور تولید میشه. یعنی اگه درساتو اینجوری حفظ میکردی الان استاد دانشگاه بودی. این کشور کلاً 11 میلیون نفر جمعیت داره و این 11 میلیون نفر با همتشون 13% از اون فیلم‌ها رو تولید میکنن. ببین چه خبره. یعنی توی این کشور ممکنه هر کسی رو که میبینی یکی از عوامل زحمتکش اون فیلم‌ها باشه. جالبه حتی اون فیلمایی هم که توی این کشور تولید نمیشه یه بازیگری، کارگردانی، چیزی از این کشور داره. و خلاصه این که برای یک سامورایی همه جا ژاپنه. اگه دلیل این داستان از مردم بپرسی، جوابی که بهت میدن اینه که به خاطر پول وارد این داستانا میشن. حتی توی این کشور به حد این چیزا عادیه که نمایشگاه این داستان هر سال توی پراگ برگزار میشه. انشالله خدا به راه راست هدایتشون کنه. فکت آخر، این کشور آزادترین کشور جهانه. از هر 3 نفر 1 نفر دست و پاشو پر تتو کرده و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، برعکس بعضی از کشورها که تتو ممنوعه. نکته بعدی اینه که تو این کشور فروش ماریجوانا آزاده. اینجا هیچ ممنوعیت سیاسی، دینی یا اجتماعی نداره. یعنی آزادی که هر کار دلت میخواد بکنی. برای همینه که میگن این کشور آزادترین کشور دنیاست. اگه میخوای به این کشور سفر کنی و یه دلی از عزا در بیاری، هزینه سفر 7 روزه از مبدأ ایران برای هر نفر 800 تا 1000 دلاره. اگه بخوای شاهانه بری مسافرت باید 1450 تا 1650 دلار هزینه کنی. حالا که تا اینجای ویدیو اومدی یه لایک و سابسکرایبمون نشه خدا وکیلی. ویدیوی بعدی ویدیوی کشور لیتوانیه که بعد از این قراره برات پلی شه. اونم ارزش دیدن داره. تا ویدیوی بعدی، فعلا.